وقتی که بیمانی جنگ ها از طرف نهضتیان سر شد، من رئیس جماعت عده می بردم که بین دهه اینترنشنال چکالب من نهضتیان دو کس در دستش سلاح بود، یکتش ملا حمدالله، یکتش نمیشناسم، پیش من گرفتم، از ماشین من برآورده، ماشین ویلیس نمرش 7410 بود، همین به شنونده در قشلاق اینترنشنال یک شیپون با آوردیان که در همین شیپون هم نهضتیان تقریبا از 30 تایم زیادتر بود، همه سلاح دار تپه تیار بود یگان واقعه کردن. من همینجا ترسید افتا آب دادیان، دست ما همینجا بستیان و بعد باشم بس باگاژ با ماندن راه های همین کج کلید خطی قرغان تپه مچیت سید اشرف آمدیم، شهر قرغان تپه و مسجد سید اشرف همین مسجد نهضتیان بود، همین مرکز همین ها بود که همینجا آدم بسیار از قریب 300 آدم بود، اینجا بی‌تهرها آمده بود، دیگر ماشین های بسیار بود، مردم بسیار بود. همینجا رهبرش عزیز خوشک همین رهبری میکردین که من همینجا آوردیم با پرسش کردیم، برای من مسخره کردیم، همه خیلی بگاهی شدم. پس من طرف دوشنبه بردیم زدیم، مثلا تمام همین کرتهای من خون شدم. بعد که گپ های ویا نگرفتم، گفت که تلویزیون دا برآمد میکنه، مردمی کلابا دشنام میتی طرف مادا میشوی، همه خیلی من یگون گپ ویها را نگرفتم. بعد همین ملا حمدالله نهضت اسلام همین کماندرش آمده گفت که رئیس تو دیگر آدم نمیشوی، خود تو را پدوال میبرد. من در پدوال بردم، پس همینجا با دفراسه سر کردیم که باز زدن. من نیم کلا چاپ شدم مانده بودم، همینجا دولت و عثمان من آخری کردم. دولت عثمان آمده من گفت که تو دیپوتات بودی، تو اینجا در کار نیستی، گفته آخر من بیرون برآوردیان که وای ها من بردگی آدم همین با رهبری ملا حمدالله همین نهضت اسلام کماندرش ریشدار گفت که اینا کی جواب داد؟ اینا داملای کلان جواب داد. بعد ما را یه ماشین با باز سوار کرده، بخیال ما را پراندانه بودیم که در همین شهر نوبتدارها بوده است. 1992 دهم مای در شهر پران شد، همین پران خطی من ویها آزاد کردیم.